سوابق گروه حافظون برمیگرده به سوابق پژوهشی و مطالعاتی که ما از سال 83 داشتیم در زمینه تفسیر قرآن. این گروه تفسیر 10 جزء قرآن رو با حدود 15 یا 20 منبع معتبر این رشته کار مطالعاتی داشته و الان فیش‌های مطالعاتی ما موجود هست. و همچنین از سال 86 به طور خاص وارد کار کارشناسی ارشد شدیم، خصوصا بنده حقیر در بین این گروه، و همچنین کاملترین مجموعه بسته‌های آموزشی کارشناسی ارشد رشته علوم قرآن و حدیث هم در کشور برای این گروه هست. و همچنین سال گذشته ما 3 دوره موفق کلاس‌های کارشناسی ارشد داشتیم. بیش از 90%، حدود 91-2% رضایتمندی دانشجویان که اکثرا هم به لطف خداوند پذیرفته شده و انشاءالله امسال در بهترین دانشگاه‌های کشور ادامه تحصیل خواهند داشت.